الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم با بیان یکی دیگر از روایات بسیار زیبا و پرمحتوایی که امام نووی رحمت الله علیه از صحیح بخاری و مسلم برای ما نقل فرمودند. در باب التوبه روایت بسیار زیبایی هست. روایت از سیدنا انس بن مالک انصاری هست و عن ابی حمزه انس بن مالک الانصاری خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه که خدمتگزار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، 10 سال کامل در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون قرار داشتند. این روایت از انس بن مالک هست، خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشان میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول گرامی اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لله افرح بتوبة عبده من احدكم سقط على بعیره وقد اضله في ارض فلا. میفرماید که الله متعال شادمانتر خواهد بود به خاطر توبه بنده اش از یک انسانی که شترش را پیدا بکند، شتری را که در یک بیابان و بر و برهوت اون را گم کرده باشد، بعداً آن را پیدا بکند، تا چه اندازه خوشحال می شود. الله متعال از توبه این بنده، از توبه بنده گناهکارش به همین اندازه و بیشتر از این خوشحال می شود. آری، الله متعال با آنکه بی نیاز هست، در اوج کمال و بی نیازی هست، هیچ گونه نیازی به من و شما ندارد. توبه من و شما به اندازه سر سوزنی در ملک و مملکت الله متعال چیزی را اضافه نمی کند. این رو الله متعال خودشون می فرمایند در روایتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل فرموده که ای بنی آدم، اگر تمام انسانها از آدم گرفته تا روز قیامت، تمام انسانها و تمام جنها قلبشون تمام مانند پاکترین انسان دنیا باشند، این در ملک من هیچ چیزی رو اضافه نمی کند. و اگر تمام انسانهای روی زمین گذشته و آیندهشون، انس و جنشون، همه بدکارترین و فاسقترین و گناهکارترین انسان باشند، باز هم در مملکت من و در پادشاهی من هیچ گونه خللی ایجاد نمی شود. چون این پروردگاری وقتی که از توبه یک انسان مسلمان به این اندازه خوشحال بشود، میدانید یعنی چی؟ یعنی کمال رحمت، بالاترین درجه رأفت و رحمتی که ممکن هست که انسان تصورش بکند. در عین کمال و در عین بی‌نیازی الله متعال از بازگشت من و شما خوشحال می شود. این روایت رو در یک روایت دیگر که در صحیح مسلم هست به صورت مفصلتر رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما تشریح کردند. ایشان در روایت صحیح مسلم می‌فرمایند که لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب الیه.
الله متعال بسیار شادمانتر میگردد با توبه کردن بنده اش زمانی که توبه میکند. بنده ای که توبه میکند یعنی انسان گناهکار. همین من و شمایی که گناهی رو انجام دادیم و چه بسا نادانسته از الله متعال ناامید شدیم. میدانی که الله متعال از توبه کردن من و شما چه اندازه خوشحال می شود؟ گاهی وقت انسان که خودش رو هم فراموش می کند و خدایش رو هم نمی شناسد واقعا ناامید میشه. نه جایگاه خودش رو می داند که من کی هستم و نه خدا رو می شناسد که الله کی هست، پروردگار من کی هست. فکر میکند که پروردگار هم مثل همین دوست و رفیقایی است که ما داریم، یک مرتبه اگه باشون دعوا کردیم دلخور شدیم تا قیامت دیگه نمیخوایم که رویشون رو ببینیم، نمیخوایم صلح بکنیم. بسیاری از من و شما با این تصور به پروردگار خودمون نگاه میکنیم و این ترفند شیطانی هست، میخواهد که ما رو از الله دور بکند. این گونه نیست. این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست: لله اشد فرحا بتوبة عبده حین یتوب الیه. الله متعال بسیار شادمانتر و خوشحالتر میگردد با توبه کردن بنده اش آنگاه که توبه میکند. من احدکم کان علی راحلته بارض فلات. از یکی از شما مانند یک انسانی که بر روی مرکبش شترش سوار هست در یک بیابان بر و برهوت، فانفلتت منه و علیها طعامه و شرابه. تصور بکنید که این حیوان شما و این سواری شما در یک بر و برهوتی که هیچ راهی رو شما بلد نیستید، نمیتوانید بروید، این حیوان شما گم بشود. نه تنها این که سواریتون از دست داده، بلکه آذوقه‌تون و توشه راهتون، آب و غذایتون هم بر پشت این حیوان هست، بر پشت این شتر هست و شتر هم گم شده در یک صحرایی که شما نمیتوانید راهی بروید و نه جایی بلد هستید و نه هم نای راه رفتن رو دارید. فرض بکنید که این حیوان شما، سواری و مرکب شما گم بشود. فایس منها. این انسان چیکار می شود؟ ناامید می شود. هرچند می گردد چپ و راست شتر رو پیدا نمی کند. آبی برای خوردن هم نیست، غذایی هم ندارد، راهی رو هم بلد نیست یا نمی تواند که برود، در یک بیابان است. فایس منها. ناامید شد. خب نهایتش چیکار می کند؟ فاتی شجرة فاضطجع فی ظلها. این انسان می رود در کنار یک درختی و زیر سایه اون درخت می خوابد. ناامید از همه جا می رود کنار یک درختی و زیر سایه‌اش می خوابد. و قد ایس من راحلته. کاملا ناامید هست که دیگر امیدی برای پیدا کردن شتر و سواری و مرکب و آذوقه‌ای که روی آن هست هیچ امیدی دیگر نیست. سرش را میگذارد بر روی تخت سنگی و میخوابد به امید این که این لحظه نه لحظه بعد من میمیرم، چون که بدون مرکب و سواری و بدون آب و آذوقه در این بیابان و بر و برهوت انسان به جایی نمیرسد. ناامید شده، دلش شکسته، ناامید از همه چیز هست، هیچ روزنه‌ای برای نجات و رهایی نمیبیند. سر را میگذارد بر روی صخره سنگی و میخوابد با ناامیدی تمام. بعد از این که بیدار میشود، فبینما هو کذالک، یعنی این انسان در این حالت که ناامید هست و در انتظار مرگش هست، اذ هو بها قائمة عنده، ناگاه چشم را باز میکند، میبیند که الله اکبر، شتر با بارش و آذوقهش بالای سرش ایستاده. فاخذ بختامها، مهار شترش را میگیرد. ثم قال من شدة الفرح، ثم قال من شدة الفرح. این انسان از بس خوشحال شده جمله رو بر زبان می آورد.
این حالت رو شما نمیتوانید تصور بکنید. کسی که گرفتار این حالت شده میتواند که بفهمد که یعنی چی. انسان وقتی که از مرگ نجات پیدا بکند، مرگ قطعی و حتمی، و به اندازه‌ای خوشحال بشود که کنترل زبانش را از دست بدهد، این انسان از فرط خوشحالی میگوید که اللهم انت عبدی و انا ربک. یک جمله کفرآمیز به خاطر سبق اللسان. از فرط خوشحالی نمیداند که چی میگوید. میگوید پروردگارا تو بنده منی و من پروردگار تو ام. میفرماد اخطأ من شدت الفرح، از بس خوشحال بود اشتباه کرد، شوکه شده، اصلا زبانش گیر کرده، میخواد یک چیزی دیگر بگوید، برعکس یک جمله دیگری از زبانش خارج میشود. به جای این که بگوید که پروردگارا ممنونم تو واقعا پروردگاری، من بنده ناچیز تو هم، برعکس میگوید که پروردگارا تو بنده منی و من پروردگار تو هم. این انسان از بس خوشحال شده دچار سبق اللسان شده و زبانش اشتباهی این جمله رو در واقع تلفظ کرده. اگر شما بخواهید که یک مثالی بزنید برای این که یک انسانی خیلی 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 خوشحال شده، چه مثالی میزنید؟ بهتر از این مثال در اوج فصاحت و وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم به من و توی گناهکار فهمانده که الله متعال با این که به من و تو نیازی نداره، اما از توبه من و شما الله متعال این اندازه و بیشتر از این هم خوشحال می شود. شما نمی خواهید که پروردگار خودت رو خوشحال بکنی؟ قطعا می خواهی. پس بنابراین خودت را نجات بده، از گناهان دست بکش، توبه بکن. همین امروز، شاید فردایی نباشد، هم خودت رستگار میشوی و هم پروردگارت را راضی و خوشنود کردی. الله متعال بیشتر از آن چیزی که من و شما تصور میکنیم در فکر من و شما هست. فکر بکن که اگر الله متعال با اولین گناهی که من و تو انجام میدادیم رزق و روزی خودش رو از ما میگرفت، فرض کنید که با هر گناهی که ما انجام میدادیم روز به روز چشم ما ضعیفتر میشد، جان ما و جسم و جان ما کم کم ضعیفتر میشد، چند روز دوام پیدا میکردیم. اما الله متعال نادیده میگیرد. با این که ما اعراض کردیم، از الله متعال دور هستیم، از جانب ما به الله متعال فقط بدی و گناه بالا می رود، اما از جانب الله رحمت هست که بر ما نازل می شود. اضافه بر این رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت بعدی که سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت کرده، عبدالله ابن قیس اشعری رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار، که الله متعال در شب و هر شب دستش را، دست بلاکیف خودش را که شایسته ذات الهی هست، دستش را دراز می کند به طرف گناهکاران تا این که آنانی که در روز گناه کردند بازگردند توبه بکنند. مثل این که من و شما دست رو بلند میکنیم یکی رو صدا میزنیم فلانی بیا، الله متعال همین گونه اما بدون کیفیت، اون گونه که شایسته ذات الهی هست، دست خودش را دراز میکند که ای بندگان گناهکار من بیایید به طرف من و توبه بکنید. و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل، و در روز
الله متعال دستش را دراز می کند که ای کسانی که شما دیشب گناه کردید توبه بکنید، بیایید به طرف من. حتی تطلع الشمس من مغربها، تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع بکند، یعنی تا قیامت. وقتی که خورشید از مغرب طلوع کرد، آن وقت دیگه باب توبه بسته می شود. توبه کسی را الله متعال نمیپذیرد. یا در روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، روایت عبدالله ابن عمر هست، ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر. تا زمانی که روحتان به حلقوم نرسیده، الله متعال توبه شما را قبول می کند. اما در لحظه مرگ دیگه این فرصت از دست شما گرفته شده. راستی شما میدانید کی میمیرید؟ یک روز دیگه زنده اید، یک ماه، یک سال، اصلا یک ساعت دیگر زنده ای من و شما یا نه؟ غیر از الله کسی دیگر نمیداند. پس بنابراین واقعا کمال سفاهت و بیعقلی و نادانی هست که انسان به امید این که فردا و پس فردایی بیاید و من توبه بکنم، توبهش را به تأخیر بیندازد. این کار عاقلانه ای نیست. امروز توبه بکن، صادق باش با پروردگار خودت. گناهانی را که تا امروز انجام داده اید، بابت اونها طلب مغفرت بکنیم از الله متعال. اگر فردایی زنده بودیم، بالفرض اگر گناهی از ما سر زد، باز هم دوباره توبه بکنیم. اما توبه امروز را برای فردا محول نکنیم. نگذاریم که گناهانمون تننبار بشود و قطره قطره جمع بشوند و قلب ما را نهایتا زنگار گناه بگیرد و نهایتا توفیق توبه از ما سلب بشود. آنهایی که امروز و فردا میکنند و میگن فردا نه، پس فردا اون روز دیگر ما توبه بکنیم، نهایتا توبه نصیب اونها نمی شود. زیرا که هرچی بیشتر گناه بکنند از الله متعال دورتر می شوند. هرچند بیشتر گناه بکنند قلبشون سیاهتر می شود و قلب سیاه به هیچ عنوان اصلاح نمی شود. امروز که زنگار کوچکی هست، کم هست، هنوز تمام قلب را فرا نگرفته، بیاییم و توبه بکنیم و قطعا الله متعال توبه من و شما را به درگاه خودش انشاءالله خواهد پذیرفت. به امید روزی که تمام من و شما تائب باشیم و پشیمان باشیم از خطا و گناه خودمان و از الله متعال معذرت خواهی بکنیم و طلب مغفرت بکنیم، انشاءالله تعالی تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.